ورزشگر جوان توجک خطاب اوخیروف معروف به پامیرسکی گلادیاتور بعد پیروزیش در مسابقه مشت در شهر ادیسا اوکراین به مراسم جایزه سپاری توقی سبز بدخشانی در سر و فوتبالکا با عکس احمدشاه مسعود در تن حاضر شد. پیروزیم را به این شعر پنشیر به احمدشاه مسعود میبخشم. او برای من همیشه زنده و همیشه قهرمان است، اظهار داشت خطاب اوخیروف که همگی 20 سال دارد و تازه قدم‌های اولش را در عرصه ورزش کسبی می‌گذارد. در این اواخر این بار اول نیست که ورزشگران توجک در مسابقات بین المللی با عکس‌های احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود همراه خود را به تاجکان افغانستان به نمایش می‌گذارند. روز 11 سپتامبر رزمنده توجک شهباز میرزازاده در مسابقات روسکی کولک یا مشت روسی در سنت پترزبورگ غالب آمد. برای نمایش همبستگیش با مردم پنشیر نیز فوتبالکا با عکس احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان را به تن کرد. 17 سپتامبر رزمنده جوان توجک سمندر مرادوف که با کتف برآمده و دست آویزان در مسابقات AFC که به یاد عبدالمناف نورمحمدوف پدر و مربی فقید رزمنده شورچار داغستانی حبیب نورمحمدوف بخشیده شده بود، صاحب جای اول و عنوان قهرمان این مسابقات شد. نیز همراهی خود را به نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان که به ضد طالبان می جنگیدند به نمایش گذاشت.